با این سه تا حرکتی که انجام دادم تونستم 20 گیگ فضای پنهان توی گوشیمو حذف کنم. وارد تلگرام بشین و برین سربرگ ستینگ، بعدش برین گزینه دیتا استوریج، گزینه اول وارد بشین. حالا تمام فضای مخفی در تلگرامتون رو پاک کنید. روی گزینه آبی بزنید و مجددا کلیر رو میزنم. اگر 2 تا واتساپ دارید حتما این کار رو انجام بدید. وارد ستینگ بشین، برین گزینه استوریج اند دیتا، بعدش گزینه اول رو انتخاب کنید و برین گزینه ریویو. حالا این اطلاعاتی که اینجا میبینید و اونهایی که نیاز ندارید رو انتخاب کنید و اونا رو پاک کنید. وارد ستینگ گوشیتون بشین، برین گزینه جنرال، بعدش آیفون استوریج و بعدش برین گزینه فوتو و بعدش گزینه ریویو و در نهایت گزینه ویدیو. اینجا هر ویدیویی که میبینید حجمش زیاده پاک کنید. لطفاً در پاک کردن ویدیوهاتون دقت کنید چون قابلیت ریکاوری وجود نداره و کامل از گوشیتون پاک میشن. و در نهایت وارد برنامه فوتو بشین، برین سطل زباله و اینجا هرچی اطلاعات دارین رو پاک کنید که فضای گوشیتون خالی بشه. برای دریافت والپیپر این آموزش اونو در کانال موبوتاژ در بایو پیج قرار دادم.